مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов در آماده‌سازی کادرهای علمی و پداگوژی سهم ارزنده دارد. استادان این بارگاه علم برای تربیت نسل جوان کوشش به خرج داده در پیشبرد ساحه تدبیرهای مشخص می‌اندیشند. یکی از چنین نفران نامزد علم‌های پداگوژی دوسنت کافدرای عمومی دانشگاهی پداگوژیکی عمومی عبدالحکیم شریفов میباشد. نامبرده طول فعالیتش در تربیت نسل نورس و جوان به ساز زحمت کشیده شاگردان زیاد را به وای رسانید. او مؤلف بیش از 160 مقاله، تزیس‌های علمی، دستورهای متدی و محرری کتاب‌ها میباشد. برگزاری این چهاربینی یک کنفرانسی همایشی با شکوه به نقشه گرفته شده است و واقعا خدمت‌ها، خصلت‌های عالی انسانی، خاکساری و صمیمیت و محبت و صداقت استاد به اهل جامعه و برای وطن و ملت من فکر میکنم که واقعا باعث ارزش‌گذاری است. زیرا استاد بیش از 14 سال در وظیفه خیلی پرمسئول در مدیر شعبه مسائل اجتماعی فرهنگی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت کار و فعالیت کردند و واقعا در مرحله این فعالیت که مرحله های خیلی حساس هم بود و با همین اراده و صداقت و صمیمیت صادقانه توانستند که در دل و دیده مردم و جامعه ولایت مقام خیش را دریابند. در کنفرانسی علمی عملی تحت عنوان پداگوژیک ملی و نقش آن در تشکل خودآگاهی و خودشناسی جامعه، مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ولایت سوخت، رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ولایت سوخت، رکتوری دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov اشتراک نموده دایر به اهمیت پداگوژیک ملی در تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی، تربیت نسل صاحب معرفت و رشد ارزش‌های ملی در جامعه معاصر اندیشه‌رانی کردند. در کنفرانسی استادان دانشگاه پیرامون موضوعهای سهم مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورov در آماده‌سازی کادرهای علمی و پداگوژی در دوران صاحب استقلالی، مسائل استفاده سرچشمه‌های تربیوی پداگوژیک ملی خلق تاجیک در رشد همطرفی نسل نورس، عامل‌های پداگوژی تربیت و تندرستی جوانان در شرایط جهانی شوی، نقش پداگوژیک معاصر در تطبیق هدف‌های اعلان گردیدنی سال‌های 2026-2030 سال‌های رشد اقتصادی رقمی و اینواسیون معروضه نمودند. گفته شد که امروز صفی استادان پرتجربه در مؤسسه تعلیم افزون گردیده در تربیت نسل نورس به خصوص علم پداگوژیک که از فن‌های مهم به شمار می‌رود خیلی کلام میباشد. در همکاری با جامعه برای در عمل تطبیق نمودن سیاست دولت و حکومت همیشه تلاش می‌ورزند، کوشش می‌کنند که نکته هایی که در ضمن سخنرانی‌های پیشوای معظم ملت، در ضمن پیام‌های پیشوای معظم ملت و عموما راهنمایی‌هایی که در سمت پیشبرد حیات ما ارائه می‌گردد در بین خلق فهمانده دهند. برگزاری چنین چهاربینی‌ها برای نسل نورس جهت عبرت آموزی بسیار مهم است، زیرا هر یک نفر وقتی که به فعالیت خود نگاه میکند و از دیدگاه آن که تا کدام اندازه برای جامعه برای پیشرفت کشور خدمت کرده است نگاه میکند، البته در همین مورد یک بار اندیشه میکند و درک میکند که خدمت کردن برای خلق، برای منفعت، عموما منفعت یک نفر یا مقام یک نفر، شخصیت یک نفر زیایی در جامعه ما امروز از چه عبارت است. ضمن دیگر اشتراکچیان سخن نموده اید بر نقش عالمان در پیشبرد پداگوژیک ملی ابراز نظر نمودند. ذکر گردید که پداگوژیک به فن مهم کلی دانشگاه‌ها تبدیل گردیده است. نتیجه‌های محاکمه علمی برای رشد من بعدی افکار پداگوژی، استفاده ثمرناک امکانات‌های پداگوژیک ملی در نظام تعلیم و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی جامعه زمینه مساعد فراهم می‌آورد.